ترسناکترین پیشگویی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. روزگاری برای مردم خواهد آمد که چهره هایشان چهره آدمیان ولی دلهایشان دلهای شیطان است. شکمهایشان خدایان آنها و زنانشان قبلگاهشان و پولشان دینشان خواهد شد. مؤمن در نزد مردم حقیر و بی‌مقدار و فاسق و مفسد در نزد مردم ارجمند و محترم می شود. روزگاری بر مردم خواهد آمد که کودکانشان پلید و بیادب و زنانشان بیباک و بیشرم می شود. زنانشان خود را برای نامحرم می آرایند و بازرگانان و کاسبانشان رواخوار و فریبکار می شوند. هر کس دین خود را به سختی حفظ کند مانند نگه داشتن آتشی در دست. مساجدهای آنها آباد و پرزرق و برق، اما دلهایشان از جهت هدایت خدا خراب.